بررسی نواحی درد زانو در دوندگان و دوچرخه سواران. زانو یکی از مهمترین مفاصل بدن برای دوندگان و دوچرخه سواران است. هر گونه درد در این ناحیه می‌تواند عملکرد ورزشی را مختل کند و حتی منجر به آسیب‌های جدی‌تر شود. در این مطلب، تمامی نواحی درد زانو را که ممکن است دوندگان و دوچرخه سواران تجربه کنند، به همراه علت‌های احتمالی هر کدام بررسی می‌کنیم. درد بالای کشکک زانو، pain above kneecap. رنگ مشخص شده در تصویر. آبی. علت در دوندگان. تاندینوپاتی عضله چهارسرران. quadriceps tendinopathy. این مشکل ناشی از استفاده بیش از حد و فشار مکرر بر عضله چهارسرران است که باعث التهاب و درد در تاندون متصل به کشکک زانو می شود. تمرینات نادرست و افزایش ناگهانی شدت دویدن. اگر ناگهان میزان دویدن افزایش یابد، مثلا افزایش بیش از حد مسافت یا سرعت در هفته، این ناحیه دچار التهاب و درد می شود. علت در دوچرخه سواران. ارتفاع نامناسب زین دوچرخه. زین بیش از حد بالا باعث می شود که عضله چهارسرران بیش از حد کشیده شود. در نتیجه فشار زیادی به محل اتصال این عضله به کشکک زانو وارد می شود. پدال زدن با نیروی بیش از حد. رکاب زدن با مقاومت بالا یا دنده سنگین فشار اضافی بر این ناحیه وارد می کند. راهکارها: کشش و تقویت عضلات چهارسرران. تنظیم ارتفاع زین دوچرخه. گرم کردن و سرد کردن. کافی پیش و پس از تمرین. 2. درد درونی زانو. inner knee pain. رنگ مشخص شده در تصویر. قرمز. علت در دوندگان. آسیب رباط جانبی داخلی. MCL sprain. این آسیب معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که زانو به سمت داخل خم شود، مانند زمین خوردن یا پیچ خوردگی زانو هنگام دویدن روی سطوح ناصاف. پارگی منیسک داخلی. medial meniscus tear. معمولاً ناشی از چرخش ناگهانی زانو هنگام تغییر جهت سریع در دویدن است. علت در دوچرخه سواران. قرارگیری نامناسب پا روی پدال. اگر زانو هنگام رکاب زدن بیش از حد به داخل چرخش کند، فشار زیادی به مینیسک و رباط جانبی داخلی وارد می شود. تنظیم اشتباه کلیدهای کلیت، کفش دوچرخه سواری. تنظیم نادرست کفش‌ها روی پدال باعث ایجاد فشار نامتعادل روی زانو می شود. راهکارها: استفاده از کفش و کفی مناسب، انجام تمرینات تقویتی برای پایداری زانو، تنظیم موقعیت پا روی پدال دوچرخه. درد روی کشکک زانو، pain on kneecap. رنگ مشخص شده در تصویر. سبز. علت در دوندگان. سندرم درد patellofemoral pain syndrome، runner's knee. این عارضه شایع‌ترین دلیل درد زانو در دوندگان است و معمولاً به دلیل ضعف عضلات اطراف زانو و دویدن روی سطوح سخت ایجاد می شود. آرتروز مفصل patellofemoral arthritis. فرسایش تدریجی غضروف پشت کشکک زانو می تواند باعث درد هنگام دویدن شود. علت در دوچرخه سواران. زاویه نامناسب زانو هنگام رکاب زدن. اگر زانو هنگام رکاب زدن بیش از حد به جلو حرکت کند، کشکک زانو تحت فشار زیادی قرار می گیرد. استفاده از دنده‌های خیلی سنگین. فشار بیش از حد روی عضلات چهارسرران باعث افزایش فشار روی کشکک می شود. راهکارها: تقویت عضلات سرینی و همسترینگ برای کاهش فشار روی کشکک. تنظیم صحیح موقعیت صندلی و دسته‌های دوچرخه. کاهش شدت تمرین در صورت احساس درد. 4. درد زیر کشکک زانو. pain below kneecap. رنگ مشخص شده در تصویر. صورتی. علت در دوندگان. زانوی پرشی‌ها. jumper's knee. patellar tendinopathy. تاندون کشکک زانو در اثر پرش‌های مکرر، مثلا در تمرینات سرعتی و دوی استقامت، دچار التهاب می شود. علت در دوچرخه سواران. ارتفاع بیش از حد پایین زین. این مسئله باعث می شود که هنگام رکاب زدن، زانو بیش از حد خم شود و فشار مضاعفی به تاندون کشکک وارد کند. راهکارها: افزایش تدریجی شدت تمرینات. استفاده از زانوبند. در صورت نیاز، انجام تمرینات کششی و تقویتی. 5. درد زیر بخش داخلی زانو. pain below inner knee. رنگ مشخص شده در تصویر. فیروزه‌ای. علت در دوندگان. التهاب بورس پس آنسرین. پس آنسرین بورسیتیس. التهاب ناحیه‌ای که عضلات نیموتری، راست داخلی و خیاطه به هم میرسند، معمولاً به دلیل تمرینات سنگین و ضعف عضلات ران ایجاد می شود. علت در دوچرخه سواران.
حرکت نامناسب زانو هنگام رکاب زدن. خم شدن بیش از حد زانو در فاز پایین رکاب زدن باعث ایجاد فشار در این ناحیه می شود. راهکارها: استفاده از کمپرس یخ پس از تمرین. تمرینات تقویت کننده برای زانو و ران. 6. درد قسمت خارجی زانو. Outer knee pain. رنگ مشخص شده در تصویر. نارنجی. علت در دوندگان. سندرم نوار ایلیوتیبیال. IT band syndrome. این عارضه زمانی رخ می‌دهد که نوار ایلیوتیبیال روی قسمت خارجی زانو ساییده شود، معمولاً به دلیل دویدن روی سطوح شیبدار یا افزایش ناگهانی مسافت تمرین. علت در دوچرخه سواران. قرارگیری نامناسب پا روی پدال. اگر زانو بیش از حد به بیرون متمایل شود، فشار زیادی به این ناحیه وارد می شود. راهکارها: انجام تمرینات کششی برای نوار ایلیوتیبیال. تنظیم دقیق. موقعیت پا روی پدال. دویدن روی سطوح صاف به جای شیبدار. جمع‌بندی: دوندگان و دوچرخه سواران مستعد مشکلات زانو هستند، اما با تنظیم صحیح تکنیک تمرین، استفاده از تجهیزات مناسب و انجام تمرینات پیشگیرانه می توانند از آسیب‌ها جلوگیری کنند. اگر از این ویدیو خوشتان آمده، عضو کانال شوید تا مطالب مفید و جامعی که کمتر کسی به صورت حرفه‌ای در اختیارتان می‌گذارد را به راحتی دریافت کنید.